قبل از شروع این ویدیو لازم میدونم چند نکته مهم رو بگم. محتوای این ویدیو شامل روایت یک پرونده جنایی واقعی است که ممکنه برای بعضی از افراد ناراحت کننده باشه. اگر زیر سن قانونی هستید یا به موضوعات جنایی و خشونت خانگی حساسیت دارید، بهتر این ویدیو رو تماشا نکنید. تاکید میکنم که این محتوا صرفاً با هدف اطلاع رسانی و روایت یک پرونده خبری واقعی تهیه شده و به هیچ وجه قصد ترویج خشونت، قضاوت افراد یا توجیه هیچ گونه جرم یا رفتار نادرستی رو نداره. در این ویدیو از نمایش تصاویر خشن و بیان جزئیات دلخراش خودداری شده و روایت صرفاً در حد گزارش و بررسی اتفاقات انجام میشه. سلام دوستان، امروز میخوایم با هم پرونده واقعی رو بررسی کنیم که در یکی از محله‌های غرب تهران رخ داده. یک مادر 45 ساله شب هنگام در خانه جان خود را از دست داد و مظنون اصلی این حادثه پسر 20 ساله خانواده بود. این ماجرا در شب چهارشنبه 12 آذر رخ داد. پدر خانواده پس از بازگشت از محل کار صدای فریاد شنید و متوجه شد اتفاقی جدی در خانه رخ داده. وقتی به اتاق خواب رفت، همسرش در وضعیت بسیار بدی بود. بلافاصله با پلیس تماس گرفت و تیمی از کارشناسان پلیس و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. کارشناسان پلیس بررسی کردند که در خانه هیچ اثری از ورود اجباری وجود نداره. درها و پنجره‌ها سالم بودند. بررسی‌های اولیه نشان داد که مادر خانواده تحت چندین ضربه قرار گرفته بود. این شواهد تیم پلیس رو به سمت اعضای همان خانواده هدایت کرد. مظنون اصلی پسر 20 ساله خانواده بود. او در اعترافاتش گفت که مدتی قبل متوجه شد مادرش در فضای مجازی با یک مرد غریبه در چت بوده. به گفته خودش این موضوع باعث شده احساساتش را کنترل نکند و نقشه‌ای برای آسیب زدن به مادرش بکشد. تحقیقات نشان داد که حادثه در اتاق خواب رخ داده و هیچ شخص ثالثی در خانه حضور نداشته. این پرونده نشان می‌دهد که سوءظن و هیجانات کنترل نشده میتونه به فجایعی در زندگی واقعی منجر شود. همچنین این داستان یادآور نقش فضای مجازی در زندگی خانوادگی است و ضرورت کنترل هیجانات و توجه به خشونت خانگی را یادآوری می‌کند. پرونده همچنان تحت بررسی مقامات قضایی است و نتایج نهایی پس از معاینات پزشکی اعلام خواهد شد. این ویدیو تنها برای اطلاع رسانی و تحلیل یک پرونده واقعی ساخته شده و هیچ هدفی برای تحریک یا ترویج خشونت نداره. اگر این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید. نظرات خود را با ما به اشتراک بذارید و درباره پیامدهای خشونت خانگی گفتگو کنید.